صاحبکاران و اهالی در تاجیکستان در 20 سال اخیر 5,500 کیلومتر راههای ماشینگرد را تعمیر و اسفالت پوش کرده اند. در این باره سامانه اوستا با استناد به وزارت نقلیات کشور خبر می‌دهد. در مدت 28 سال از زمان رسیدن به استقلالیت از حساب قرض و گرانت و بودجه دولت همگی 2800 کیلومتر راه تعمیر یا منفر شدند. اما باید ناگفته نماند که در این مدت 5 نقب و 405 پل ماشینگذر ساخته و یا تعمیر گردیدند. از پل و گذرگاه هایی که مردم ساختند اطلاع داده نمی شود، اما از خبرهای رسانه‌ای شده در این مدت می شود تخمین کرد که شمار آنها از شمار پل‌های ساخته شده با مبلغ قرض گرانت کمتر نیست. برای اسفالت پوش کردن 1 کیلومتر راه به حساب میانه 1 میلیون دلار آمریکایی مصرف می شود و می توان گفت که شهروندان تاجیکستان برای تعمیر و اسفالت پوش کردن راه‌ها در 20 سال اخیر نه کمتر از 5 میلیارد دلار مبلغ خرج کرده اند. سهم دولت در ساختن و تعمیر و اسفالت پوش کردن راه‌ها بسیار کم است. به حساب میانه در راه‌هایی که از حساب قرض و گرانت‌ها ساخته و تعمیر می‌شوند، حکومت تاجیکستان 10 تا 15% سهم دارد. این هم در حالی است که سالانه میلیون‌ها دلار اندازه راه جمع آوری می‌گردد. در حال حاضر در کشور 11 پروژه در ساختمان و تعمیر راه‌ها به مبلغ 497 میلیون دلار در حال اجرا شدن است. این پروژه ها ساختمان و تعمیر راه‌ها و پل‌ها را در بر می‌گیرند. از جمله این پروژه ها ساختمان و از نوسازی راه‌های دوشنبه سرحدی ازبکستان دور 2، باختر دوشنبه دور 1 و دور 2، کنگورت بلجوان خاورینگ می باشند. در چهارچوب این پروژه ها ساختمان نقب و پل‌ها نیز پیش بینی شده است. طبق اطلاع وزارت نقلیات بیشتری پروژه ها اهمیتی بین المللی داشته با تاجیکستان امکانی پیوستن با همسایه ها و برآمدن به بحر را فراهم می کند. وزارت همچنین قید می کند که انجام قسمی از این پروژه ها از جمله راه دوشنبه سرحدی ازبکستان دور 2 در سال جاری به نظر گرفته شده است. قسمی اساسی این پروژه ها از حساب قرض و گرانت ها عملی می شوند. گرانت ها را بانک آسیای رشد جدا می کند. قرض ها باشد از صندوق های عربی و دیگر اینستیتوت های بین المللی مالیوی گرفته می شوند.